ولی در باره جایگاه و مضمون سیاسی سرود ملی من نکته اولی که میگویم همین است که سرود ملی طوری که استاد حق‌نظر قید کردن در شرایط عادی سروده نشده است. در شرایط جنگ شهروندی، در شرایطی که کشور در آتش جنگ میسوخت، ملت پراکنده، هیچ کس امید به آینده نداشت. حتی سیاستمدارا پیش بینی میکردن، تحلیلگرا پیش بینی میکردن که انا تاجیکستان چنین میشه چنین میشه، فردا از بین میرود. و خصوصا محیط ادبی خیلی پراکنده بود. نیمی شاعران گریزه، بعضیش در زندان، بعضیش در خانه ها پنهان. انا که ببینید در همین محیط استاد گلنظر سرود ملی می نویسد که در اون هیچ آثار نه از جنگ است، نه از ناامیدی است، نه از یأس است، نه از اون پراکندگی. یعنی چقدر باوری به فردا داشته است، چقدر استوار بود از دیدگاهش به فردای نیک این دولت و این ملت. یعنی این صفت اولی سرود ملی. زیرا اگر همین سطح نمی برداشت سرود ملی رو، ما امروز مجبور بودیم اون رو عوض کنیم. مثلا چون شاعر یک وجود احساسی است، مثلا همون زمان اینی کاس میکنه. ببینید استاد خلیل گفته بودن گویید به نوروز که امسال نیاید، بر کشور خونین کفنان در نکشاید. خواهی معلوم خون میچکد از گور شهیدان وطن وای. گلنظر باید اینو خیلی نویس گویا اگر هم شاعر نگیریم، لیکن نه ایره فراموش کنمون به بخت ما سری عزیزی تو بلند بود. بنابراین من نظرم این هستم چه تحلیلگر که این سرود در سطح نوشته است که زمان، حادثه، واقعیت و جایگاه او رو تغییر نمی کند. این جا ما گلنظر رو برتر از یک شاعر به معنای لیریکی آن میبینیم که یک شاعری سیاست شناس و سیاست مداری با سواد. بنابراین من همین گپ رو اگر خلاصه کنم، من فکر میکنم که همین شاعران بزرگ ما، استاد قناعت، استاد لایق، استاد بازار صابر، استاد گلنظر و امروز هم شعرهای سیاسی استاد نظام قاسم و استاد عطا میرخواجه و اینا رو بینیم، اینا برای چنین شعر نوشتن فقط دانش ادبی کافی نیست. یعنی اینا از سیاست، از تاریخ، از هویت ملی، از ارزش‌های ملی، از مشکلات روند تاریخی که سر ملت آمد چقدر باید آگاه بود که شعر سیاسی خیلی سطحی بلندی ملی گیرد. بنابراین این یک خصوصیت سرود ملی